خیلی دلم میخواست که این مطلب رو خدمتتون بگم. اصلا بحث کار من نیست، من دارم از روی یه کاری دارم کار میکنم. فقط میخواستم نظرها رو متوجه این مسئله کنم که ببینید این ارسی چه محاسبات دقیقی داشته. یعنی اون طراح، نجار، حالا هر کس که بوده این کار رو اجرا میکرده و میکردن، حالا این مال زمان قاجار، خب قدمت این پنجره ها خیلی بیشتر از این ارسی کاری، خیلی بیشتر از این حرف هست. ببینید چقدر اینا محاسبات دقیق و حساب شده ای داشتن که یه همچین چیزی رو تازه بیس کاره. حالا جلوتر که بریم جزئیات بیشتری میاد و تمام این خطوط طوری طراحی شده که تقاطع اینا مرکز یه دایره میشه که حالا فعلا حرف زیرینش رو زدم، اجرا نشده و جزئیات دیگه که بهش اضافه میشه. ببینید چقدر اینا دقیق محاسبه میکردن و محاسبه شده کار که نهایتاً بخواد یه پنجره در بیاد از آب.